سلام همگی به چنل من خیلی خوش اومدید. مانجیه هستم و امروز هم اومدم با یه ویدیوی خفن دیگه. خوش اومدید به این ویدیو عزیزان من. از اونجایی که استقبال از ویدیوی اینستاگرام گردی زیاد بود، همین این ویدیو، خب ادیتور عزیز اینجا بذار، همین این ویدیو استقبال ازش زیاد بود، گفتم که یه ویدیوی دیگه هم ضبط کنم و یه اکسپلور گردی دیگه و اینستاگرام گردی دیگه هم داشته باشیم، ببینیم که توی اینستاگرام چه خبره. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و بزنید بریم سراغ ویدیو. نوشته که مامانا تربیت میکنن بقیه خراب میکنن. بذار ببینیم چیه. تولد چی میخوای از خدا؟ میگه که برای تولد چی میخوای از خدا عزیزم؟ کلی مامه. بله کلی مامه. کلی مامه. خاک به من بچه بودم هر سری منتظر بودم قسمت جدید اسپایدرمن بیاد. برای مثلا تولدم میگفتم عروسک اسپایدرمن. بعد این هرچی جلوتر میریم اینا مثل این که هیولاتر میشن بچه های عزیز. خب عمو. کدوم عمو؟ عموش بهش یاد داده. بله اون یکی که عمو اسمشو بگو. اسمش عموش. عمو مجید یا عمو امین؟ عمو مجید. یعنی من دیگه هیچ حرفی ندارم. عمو مجیدش کلن آبروش رفت و اصلا هیچی دیگه پاچید. خاک بر سرت مجید جان. جلو بچه انقدر حرفای زشت و رکیک نزن که یاد میگیره میره جلو مامانش، خالش، عمه‌ش، جد آبادش، میگه آبروی تو رو میبره. بعد میگه کار کی بود؟ عمو مجید. چه وضعشه. ویدیو بعدی ببینیم. ماشاءالله اولیش که گل کاشتن. ببینیم بعدی چیه. اصلا این برای مادر اکسته؟ چرا؟ میگه اصلا این برای مادر اکسته. قهوه میده. میگه واو گفت برای مادر اکسته. بعد بو قهوه میده. تازه گرفت چی شد. اونی که تو چت میگفت میکشمت وقتی که میبینیش. به خدا قسم همینه. خدا همینه. میزنمت، میکشمت، فلان میکنم، اینجوری میکنم، میزنم، میکشمت، دیش. بعد مثلا جوجه است، بچه است، اصلا همین قدی، نینی، کوچولو. چرا میترسی؟ کوچولو ترسیده. نمیشه که چرا تنهایی؟ شانس من تو عشق. بریم ببینیم چی. بستنی داد به این دختره، اونم داد. احسن. که وقتی تیشر پسرای 10-90 وای کن قلب اینجوری کرد برای تیچرش. عجب خریه. اوی فکر کن تیچرش ازش کتاب خواسته بعد این قلب اینجوری کرده. What the fuck. واقعا نمیدونم. نوشته خواهرت تا 2 سال پیش تو اتاقش راحت نمیداد. الان راجع به همه مسائل زندگیش اول با تو حرف بزن. خب داداش این خواهر نیست. خواهر رو آره لب تو لب. نمیدونم چه خبره. آقا این به خدا خواهر نبود. خیلی اوزاخیته. خیلی اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. من که چیزای پشمریزونی دیدم از بچه که چیزای بدی میخواد، از اون خواهره که اینجوری میشن با هم مثلا عجیب غریبه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. من که چیزای اصلا عجیب غریبی دیدم و حال که نکردم ولی خب پشمام ریخت. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی باشه. خداحافظ.